اینجا یکی از بازارهای مشهورش سانتینیکیتن است. در اینجا هر هفته روزهای شنبه مردم تمام مال و محصولات اشیاءهای گوناگون را به فروش میگذارند. قسمی از مردم به خرید و فروش کردن لباسهای زنانه، قسم دیگر به لباسهای مردانه، قسم دیگر باشد به رقص کردن و سرودخوانی مشغول می شوند. همچنین قسم دیگر باشد در این مکان می توانند که اشیاءهای گوناگون را که خود ساخت هستند با دست ساخته شدند بهر مردم پیشنهاد نمایند و اهل ساکنان این محل هر یکی از این اشیاءها بهر زندگی خود خریداری می نمایند. در این برابر میوه و سبزیجات گوناگون، آرایشات، تحفه ها و همچنین لباس هایی که از پخته آماده گردیدند بهر مردم پیشنهاد می گردد. در این برابر آرایشات زنان، مخصوصاً جزدان و هر گونه حلقه هایی که زنان بیشتر به بر می نمایند می توانند از این مکان دسترس نمایند. در این برابر باز هم لباس های گوناگون که نمونه های گوناگون از تمام گوشه و کنار هندوستان است در اینجا می توان دریافت کرد، می توان دسترس نمود، می توان خریداری کرد. همچنین اسباب های زیادی موسیقی که خاص مردم محلی هندوستان است در اینجا به سودا گذاشته شده است که خیلی هم صدای فارم و جذاب دارند.